بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. یکی از چیزهایی که سبب عاقبت به خیره انسان می شود حسن خلقه. یعنی انسان باید از نظر اخلاق، از نظر رفتار نیک داشته باشد، خلق نیک داشته باشد. و انسانی که دارای اخلاق نیک باشه میگن صاحب اخلاق حسنه است. یکی از معانی اخلاق همین خوشرفتاری، خوشمشرب، خوشرویی، همینها هست که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به خوشرفتاری در بین مردم معروف. یعنی به همون اندازه که مال خدیجه و شمشیر امام علی برای پیشرفت اسلام کارگر بود و برتر از اخلاق پیامبر برای پیشرفت اسلام و دعوت به توحید کارگرتر. حالا اخلاق نیکو چی هست و به چی گفته میشه اخلاق نیکو؟ باید برویم سراغ حدیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود که الا ادلکم بخیر اخلاق الدنیا و الاخره. آیا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت دلالت نکنم، راهنمایی نکنم؟ فرمود که بهترین اخلاق دنیا و آخرت سه چیزه. تصل من قطعک. اولین اخلاق بهتر، اخلاق نیکو این است که تصل من قطعک، وصل کنی کسانی که با تو قطع رابطه میکنن. یعنی شما اقربا داری، بستگان داری و خویشان و ارحام دارید، یکی پیدا میشه با شما قطع رابطه میکنن، رابطه‌اش با شما قطع میکنن، قهر میکنن، کینه به دل میگیره. من و شما به عنوان یک انسان اگر دارای اخلاق نیکو باشیم و اگر فرمایش پیامبر رو مد نظر بگیریم، باید این قطع را وصل کنیم. و تصل من قطعک. اخلاق نیکو، اخلاق اسلامی ایجاد میکنه هر یک از خویشان ما، اقربای درجه یک و درجه دوی ما اگر با ما قطع رابطه کردن، ما قطع رابطه نکنیم. عمه قهر میکنه، خاله قهر میکنه، خدای نخواسته کاکا و عمو ایکا. و تکلیف ما اینه که هر اندازه که اونها از ما دور شدن، ما باید خودمان رو با اونها وصل بکنیم. هم از نظر شرعی صله رحم واجبه، هم از نظر عقلی صله رحم واجبه، هم از نظر انسانی. یعنی ما وقتی میگیم که پدر من، مادر من، کاکای من، عموی من، همه را به خودم نسبت میدم. خاله من، عمه من، پسر برادر من، همه اقربا و خویشاوندان را به خودم نسبت میدم. وقتی اونم قهر میکنند، منم قهر کنم، با کی دارم من قهر کردم؟ در واقع با خودم دارم کینه کردم، با خودم قهر کردم، با خودم غصه کردم، با خودم بالاخره قطع رابطه کردم. پس انسان از نظر عقل با خودش نمیتواند قطع رابطه کنه، چون همون اقربای درجه یک از خود انسان و مربوط میشه به خود انسان.
از نظر شرعی و قرآنی خداوند در قرآن می‌فرماید که الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. آنانی که صله رحم را قطع می‌کنند خاسرند، یعنی زیانکارند، عملشان قبول نمیشه. و در سوره رعد می‌فرماید خداوند که آنانی که صله رحم را قطع می‌کنند اولئک لهم اللعنة و لهم سوء الدار. آنان از رحمت خداوند دورند، یعنی مشمول رحمت خداوند نمیشن. و لهم سوء الدار، و برای آنها عذاب دوزخ و جهنم آماده است. و یک روایت را راجع به قطع صله رحم محضر شما عرض کنم. از امام باقر نقل است که فرمود در کتاب حضرت امام علی جدم آمده است 3 کار هست، 3 جرم و گناه هست که در همین دنیا صاحبش مجازاتش را می‌بینه. اولین چیزی که شخص گناهکار در دنیا مجازاتش را می‌بینه قطیعت الرحم. انسانی که قاطع رحمه، با خویشاوندانش قطع رابطه میکنه، خداوند در همین دنیا جزایش را میده، مجازات میکنه و نشون میده که توی که قاطع رحمی باید در همین دنیا هم نشونه اش را ببینی. دومین کسی که جزایش را میبینه شخص باغی و ظالمه، و سوم هم شخصی که به خداوند قسم میخوره اما قسمی دروغ. بحث ما سر قطع رحمه. کسی که قاطع رحم هست طبق این حدیث در دنیا مجازات میشه، نشانه‌اش را میبینه، بدبختی میبینه. لذا مکلفه که صله رحم را قطع کنه، همیشه در ارتباط باشه، حداقل تلفنی یا سر بزنه، یاری کنه، همکاری کنه. اگر نیازی به کمک داشته باشه اقربا و خویشاوندان باید دست اونها را بگیرد. و اخلاق نیکو یکی این شد که انسان تصل من قطعک، کسی را که با ما قطع رابطه میکنه از خویشاوندان، ما وظیفه داریم که وصل بکنیم و قطع رابطه نکنیم. دوم از اخلاق نیکو تعطی من حرمک، کسی را که با شما و قطع رابطه کرده، غیر خویشاوندان، از دوستان شما، از آشنایان شما، تعطی من حرمک، با اونها عطا کنید، بخشش کنید. اونا مثلا شما رو سر عروسی خبر نکرده، اطلاع نداده، سر بالاخره مراسمی داشته، وظیفه شماست که این اخلاق انسانی شما ایجاب میکنه که محروم نسازید. یعنی تو مردانگی به خرج بدی، تو فتوت به خرج بدی، تو مرد باش، او را از مراسم خودی، از جلسات خودت محروم نکن. این اخلاق انسان. اگر اون شخص به شما بدی کرده، شما هم بدی کنی، گر تو با بد کنی پس فرق چیست؟ هر کسی خودش رو خوب میدونه، هر کسی میگه من مردانگی دارم، من خوبم. اگر قرار باشه ما هم بدی کنیم پس فرق در این میان نیست، ما هم میشیم بد. و سومی که فرمود العفو من ظلمک تعفو من ظلمک، کسی به شما ستم کرده، ظلم کرده، بدی کرده، باید عفو کنید، باید ببخشید و کسی را که به ما ظلم کرده. پس 3 تاشون از اخلاق حسنه. یکی وصل رحم،
دوم کسی که به ما قطع رابطه میکنه غیر از خویشاوندان ما. سوم کسانی که به ما ظلم میکنند و ما باید آنها را ببخشیم. خاندان پیامبر کسانی بودند که در مقابل ظلم و ستم کینه نمیگرفتند، ستم نمیکردند، ستم متقابل. حضرت امام حسن علیه السلام به حلم و بردباری معروفه. کسی که اصلا غضب نمیکرد، همیشه بردبار بود، همیشه حلیم بود. شخصی از شام آمد در مدینه، نزدیک حضرت امام حسن رسید و امام حسن علیه السلام را شناخت و به جای سلام کردن به امام حسن فحش داد. فحش‌ها دشنام داد، فحش داد امام را و توهین کرد. بعد از آنی که حرفایش تمام شد امام حسن علیه السلام خندید، فرمود که میدانم که غریبی، میدانم در اینجا تازه آمدی، اگر نیازی به کمک داشته باشی ما کمکت میکنیم، اگر عریان باشی لباس برایت میدیم، اگر گرسنه باشی برایت طعام میاریم، غذا میاریم و جا داریم، مکان داریم، مهمانخانه داریم، هر نوع خدمات آماده است. گفت آخر مرد عرب فبکا، گریه کرد، گفت که الله اعلم حیث یجعل رسالاته، خداوند خودش میداره رسالتش را در کجا قرار بده. الحق که شما جانشین پیامبری، جانشین بر حق پیامبر هستی و از محبین و دوستان اون حضرت شد. یعنی ما با اخلاق خوشمان، با رفتار خوبمان نسبت به همسایه‌مان، نسبت به دوستانمان، نسبت به خانواده‌مان بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل می‌کنیم. بسیاری کسان را جذب نماز می‌کنیم، جذب هیئت می‌کنیم، جذب مجلس امام حسین می‌کنیم. اگر با تندی، اگر با خشونت این کار صورت بگیره، اگر با توهین با کسی برخورد کنیم، هیچ کسی اصلاح نمیشه. اگر انسان توسط همین رفتار خوب با خانواده‌اش رفتار کنه، اون زمان است که طبق قرآن میشه خانواده مایه آرامش. و جعل لکم و خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، به خاطری که خداوند خانواده را سبب آرامش من و شما قرار داده، ولی در صورتی که ما با رفتار خوب با اونها رفتار کنیم، با خانواده. و الا همونی که مایه آرامش هست مایه رنج میشه، مایه عذاب میشه، هرج و مرج میشه در خانه. بسیاری از مشکلات جامعه، بسیاری از طلاق‌ها، بسیاری از مشکلات خانوادگی ناشی از این است که شوهر یا خانم نسبت به یکدیگر احترام نمیگذارن، اخلاق درست رو پیشه نمیکنن، لذا هرج و مرج به وجود میاد، مشکلات به وجود میاد و وضعیت به هم میخوره. ما از نظر انسانی، از نظر شرعی، از هر نگاه و نظر وظیفه داریم که تا جای ممکن هست با زبان خوش با دیگران، با خانواده، با پدر، با مادر، با همه انسان‌ها رفتار کنیم، غضب نکنیم، خشونت نکنیم. و الا خودمان عصبانی میشیم، خودمان ضرر میکنیم. چون هر کسی غضب میکنه، کینه میکنه، از نگاه روانشناسی، از نگاه فیزیولوژیکی خودش ضربه میبینه. این بدن انسان بدن هوشمنده، بدنی است که هر چقدر غضب در این بدن جا بگیره، کینه جا بگیره، غده میشه، سرطان میشه، از پا در میاره، از حد که بگذره انسان را از پا در میاره. این کینه خودش به بدن ضرر میزنه، به مغز ضرر میزنه، غضب به بدن ضرر میزنه. راه علاجش اینه که ما تا حد امکان خودمان را کنترل کنیم، خودمان را مدیریت کنیم، خشممان را، و با رفتار خوش با دیگران رفتار کنیم.
چند تا حدیث معتبر و سند پیامبر اکرم و ائمه معصومین نظر شما عرض کنند راجع به اخلاق نیکو و در حق شما. از امام باقر روایت است که فرمود ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کسانی از مؤمنین ایمانش کامل هست که از نگاه رفتار دارای خلق و رفتار درست باشد. یعنی هر اندازه که انسان مؤمن رفتارش نیکو باشد، اخلاقش نیکو باشد، ایمانش هم کامل میشه. عن الصادق علیه السلام اربع من کن فیه یکمل ایمان. 4 تا نشانه کمال ایمانه و یکی از این نشانه های کمال ایمان فرمود حسن الخلق. و از امام صادق باز هم روایت از فرمود که ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصائم القائم. کسی که رفتار درست داره، اخلاق نیکو داره، با برادر، با پدر، با خانواده، با جامعه، اجر او، پاداش او مثل کسی است که روزه داره، شب نماز میکنه، قائمه. حضرت امام رضا از پدرانش نقل کرده فرمود که صاحب اخلاق نیکو حتما در بهشته و برحذر باد شما را از بدی اخلاق فإن سوء الخلق فی النار لا محال. کسی که اخلاق بد داره لامحالت، یعنی حتما در دوزخ جا داره. پیامبر فرمود که در روز قیامت در میزان اعمال انسان سنگین‌تر از اخلاق نیکو وجود نداره. و باز هم پیامبر فرمود اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم خلقا و خیرکم لاهله. در روز قیامت کسانی با پیامبر نزدیکن از نظر درجه، از نظر مقام، از نظر موقعیت که حسن خلق داشته باشد برای مردم و اهله و برای خانواده‌اش. چون پیامبر دارای خلق نیکو بود با مردم، با خانواده‌اش. و باز هم پیامبر فرمود که احسن الناس ایمانا احسنهم خلقا الطفهم به اهله. بهترین مردم از نظر ایمان کسانی است که دارای اخلاق حسنه باشد، رفتار نیک باشد و الطفهم به اهله و با اهل و عیالش مهربان باشد، با اهل و عیالش درست رفتار کنه. انا الطفکم به اهله. پیامبر فرمود که من از کسانی هستم که مهربان ترین شما نسبت با خانواده است. پیامبری که برای ما الگو هست. تمام این احادیثی که منظر شما عرض کردم از نظر سند معتبره، هیچ گونه خدشه‌ای در اون نیست و بس که به این احادیث عمل کنید و رفتارمان را، گفتارمان را درست کنید، معاشرتمان را نسبت به بقیه، حتی اگر این احادیث هم نباشد، قرآن هم نباشد، عقلمان میگه، منطق انسانی حکم میکنه که ما نسبت به همه انسان ها، به خانواده، به غیر خانواده، با رفتار درست رفتار